سلام آقا، سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. آقا مینی چت قبلی رو ترکونید، خیلی دوست داشتید و خیلی درخواست زیاد بود، بخاطر همین اومدیم پارت 2 بدون مطلب بریم سراغ ویدیو. قسمت میدم به آقا رضا بابا قیافه دختر ندیدی آن تو داشتی وایسم کنجکاوم واسه کارمون به کجا رسیده؟ سلام جوون گیر نمیاد چیکار کنم. 90 ساله. سلام. Yeah. How are you? This. Ay, hello. How are you? Oh, Haji Mesran. Oh, Muhammad Salah. This is a Muhammad Salah. Yes? Why do you sound like Mickey? Football player. Muhammad Salah. Goal! I have a question for you. You have a boyfriend? Yes. Oh, how old are you? 16. 16 سالگی دوست پسر خاک تو سرت. Excuse me, my friend very stupid. سوپد یعنی چی؟ Hello. خیلی خوب مود عوض میکنی. خدا. ببین من 3 ساعت و نیمه دارم اسکیپ میکنم این مادر جواب بده من برم. به قرآن 5 دقیقه نیست با کسی حرف زنم. من تصویرم میافته. اشکال نداره مگه چشه؟ نه دیگه. بابا نمیبینی که یه صورت همه دارم. قسم کردید. صورت نمیبینی آقا ما داریم رکورد میکنیم. تو دوربینی شد. می نویسی؟ بگو چنلمون رو ساب کنن. یوتیوب بله چشم. سلام. یوتیوبر. نه با چجوری؟ آخه چجوری بابا؟ ای خدایا آجی خسته شدم. فاش چی؟ باش زنو تو بوس کن خیلی وقت ندیدی. سلام. یوتیوبر اینا ضبط میکنن. چه با حجاب شد. چه گویی بخورم لنگمو میندازم اون بر میگه یوتیوبری، میگیرم بغلم میگه یوتیوبری، آدمی ذاتی میشینم میگه یوتیوبری. بابا خسته شدم من دیگه نمیکشم. چی شبیه یوتیوبه؟ صندلیاتون یه حالتیه انگار یوتیوبری. الان یوتیوبریم بازم. ما یوتیوبر هستیم ولی خب باید نشون بدیم که نیستیم، ولی خب هر کار میکنیم هستیم. میدونم باید چی کار کنیم. خب پس هستیم. خب نه وای حاجی یه نفر جونه مادرت داری بدون اجازه ضبط میکنی. الان استریمه؟ نه اجازه‌مون رو میگیریم و اینکه اجازه دادی دیگه. خوش اومدی به این ویدیو و اینکه یه دوستم به قرآن فقط پشت صحنه در میاد از این. صورت تو میشه نشون بدی؟ حالا مثلا عمرن نشون بده. پشت رفیقشو میتونه نشون بده، صورتشو نمیتونه نشون بده. خب این کار زشته. میخوای صورت رفیقم ببینی؟ جان؟ میخوای صورت رفیقم ببینی؟ رفیقت صورت هم داره؟ جدی؟ چقدر خوشخنده. چی مگه میشه؟
من دارم رو 38 نه 40 بابا حساب 18 میکنم. سالمونه. عمرن 18 بودی که این چوسی بازی ها نداشتی میگرفتی رو صورتت پرسینگاتو میشمردیم بابا این کارا چیه؟ من پرسینگ ندارم عمو. من دارم بابا هم اینقدر پیچیده واقعا. این لباسشه پتو نیست. وای چه لباسشو کامل نشون بدی؟ من بعید بدونم لباسش بشه. کلفتی پتو. بابا صورتیه بچه یه کوچولو 30 ثانیه وقت ویدیو رو میگیرم، ببخشید. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا دیگه سوزوکی اینجا نیست. سوزوکی ما دیروز 6 ساعت تمام ویدیو رکورد کردیم و یک نفر وای نستاد که ما سناریومون رو پیش ببریم و کلا هم برنامه‌مون خراب شد. گفتم که اگه بشه امروز آدماشو با متین میگیرم. متین هم امروز گفتش که تصمیم جدید گرفته و نیستش و بچه‌ها سر کار میرن و چون سر کار میرن معمولا آخر هفته ها میتونیم ویدیو بگیریم و ممکنه یه هفته بشه یه هفته نشه. خب پس به خاطر همین این ویدیو رو خودم تکی کاری میکنم. اگه دوست داشتید ویدیوهای بعدی هم میگیم. گوره بابا بچه‌ها. سلام. الو الو. الو سلام. بله. خوبین شما؟ جانم بگو. سلامتی باشی. شک نداشت. چطوری تو؟ تو چطوری؟ تو کجایی؟ ایرانی؟ کجا میکنه باشم دیوونه؟ ایول عالی شد. همه چی تکمیل شد. ای جانم یه رو داشتی تکمیل میکردی که تکمیل شد. بچه حجم تستوسترون تو ایران کم از تزریق کنید آجی. خدا ببین خانوادت رو برات نگه داره. من 2 روز و نیمه دارم ویدیو میگیرم. شاید نهایت با 2 نفر حرف زدم. خب بی زحمت خودتون یه معرفی میکنید. اسمتون چیه؟ چند سالتون؟ زینب 17 ساله. خب نگین. ایوه. آره. نگین 17 ساله. شما چی؟ آدرینا چه اسمی؟ بورکلا. کجا زندگی میکنید؟ شما دوست پسر چی؟ دوست پسر داری؟ نه تا حالا داشتید؟ آره. سر چی کات شده؟ من سه‌شنبه همین هفته کات کردم. سه‌شنبه همین هفته؟ آره. امروز شنبه است، یعنی چند روز پیش کات کردی؟ تقریبا آره. یه 5 6 روز شده. یعنی هفته پیش سه‌شنبه. سر چی کات کردی میشه بدونم؟ چطور بگم؟ به هم زنگ، یعنی که با هم بیرون بودیم فرداش بعد به هم زنگ گفته بود که من ببینمت میکشمت. اینو پشت تلفن گفته، تلفن رو قطع کرد. بعد مامانم بهش زنگ زد گفتش که دلیل این حرفی که زدی چی؟ برگشت به مامانم گفته بود که به دخترت بگو دنبال سوراخ موش بگرده تا من اینو نگیرم و نکشم. خب جالب شد. بعد اومد خونمون و من هر چیزی تو این تایم براش خریده بودم کادو رو اومد همینطوری پرت کرد و اگه مثلا مامانم یا حتی رفیقش نبودن این حتما من گیرتون میداد به خاطر کاری که نکردم. چرا؟ مگه روانیه؟ دوست چه گوی داری میخوری؟ بی شرف. یکی رفته بود به غلط بهش گفته بود که دوست دخترت داره بهت خیانت میکنه، در صورتی که من بهش خیانت هم نکرده بودم. حتی گوشی اون دستم بود. یعنی تقریبا 3 سال با هم تو رابطه بودیم. یعنی من چرا بعد 3 سال آره دوستش من هندونه میگیرم میشاشم تو اون رابطه ای که بعد 3 سال با حرف یکی دیگه بخواد کات شه. واقعیت
دقیقاً. و حتی اجازه توضیح هم بهم نداد، فقط اومد هر چی بود و نبود اومد تو صورتم پرت کرد و رفتش. خیلی آدم بی‌ناموسی واقعا. ولی ناراحت نباش، خدا تو شکر کن که انقدر زود رفت. از یه آدم تاکسیک خلاص شدم. تاکسیک نبوده، به اینا تاکسیک نمیگم، ولی خود در و دیوونه بوده، قبول دارم. کسخل بوده. خب من تو با اینکه باش تو رابطه بودم هیچ کاری نمی‌کردم، نه بیرون میتونستم برم، نه با رفیقام جایی میتونستم برم، نه میتونستم رفیق داشته باشم. چون اون نمیذاش. آره. شما چی؟ خیلی ساکتی ها. من نمیشه گفت دوست پسر داشتم. یه سری بودن باهاشون صحبت میکردن که تهش به تفاهم نرسیدم. گفتم که خب نمیتونه، ساعت شرایطش هم نداشتم دیگه، ادامه ندادم صحبت. ایوه تو همونی هستی که به دوستت مشاوره میدی تو روابط. آره دقیقا. ایوه خوبه. یه سال به نظرت به من چند میخوره من چند سالم باشه؟ 22. نه 26. چرا هیچکی باور نمیکنه؟ من 18 سالمه؟ اون موقع من پشمام ریخته. خیلی تاثیر داره. آره. یه سال با ریش، حالا بیا بدون ریش. باریش بکنم آره بهتره. ولی شوخی کردم، واقعا من 20 سالمه، ریشم نیستم. ولی خب 26 هم بهم نمیخوره، خیلی نامردی. جی اینا خیلی. Hello. I have a question for you. You can teach me bad word in Germany and translate in English. You can speak English? Yeah. Okay, please teach me bad word in Germany. Okay? Okay, say Hurensohn. Hurensohn? Hurensohn. Yeah. What's that mean in English? Son of. Okay. I teach you bad word in Persian and translate you in English. Yeah. Okay. Please say پدرسگ. پدرسگ. Yes. خیلی خوبی. In English was you father dog. Okay. Say سگ توله. نه رندوم اومد تو ذهنم. سگ توله. Yes. In English, you dog, baby dog. You baby dog. Okay. You started. Leck meine Eier. What the fuck? What are you doing? Lick minor Eier. Make minor Eier. Yeah. Auf Englisch, lick my ball. Pick my اوکی دیگه خودشون خواستن اوکی please say مادر مادر چنده. What is of English? your mother. It's service. Okay, you, let's go. Dein Vater ist ein Hurensohn. من فکرم اولش سخت‌تر. It's very hard.
Dein Vater? Dein Vater? Dein. Dein Vater Ist ist خب ein ein Hurensohn. Hurensohn. I forget. I forget. Auf Englisch ist your father is a motherfucker. Your father is father. Okay, guys, I'm recording video. My name Yes. I'm Ellie and I'm 15 years old. Oh, Ellie, Last of Us, The Last of Us, Ellie. Okay, 17 years old. 15. What's your name? I'm Antonia. And 15 Angelina Jolie. Okay, how old are you, Angelina? 15. 15. Okay. Bye bye. Thank you. Bye. Don't forget subscribe. Bye. سابسکرایب بای. خب آقا اینم بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه، خیلی حال کرده باشید. دم تک تکتون گرم که تا اینجا دیدید، واقعا مرسی، دمتون گرم. ویدیو قبلی رو خیلی خفن ترکوندید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. این بعد ویدیوهای بیشتر داریم، یه ذره فعالیتمون رو بیشتر می‌کنیم. یه ذره این ویدیو میدونم شاید دیر آپلود شه، ولی از این بعد ویدیو آماده است دیگه. سعی می‌کنیم هر هفته یه دونه آپلود داشته باشیم. دمتون گرم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. جون مادرت لایک کن، جون مادرت دیگه. من از همه چیم دارم مایه میذارم. لایک و ساب فراموش نشه.